بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان و قرآن دوستان. امیدوارم هر کجا که هستید در کنار مصحف کلام الله مجید و قرآن کریم بهترین های الله متعال نصیب راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت او تعالی و در تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس که با شما خوبان در برنامه دیگر همراه شدیم در کنار کتاب الله منان و آیات دیگر از سوره مبارکه بقره رو به تلاوت خواهیم گرفت. با شما گرامیان در امتداد داستان نعمت‌هایی که الله متعال به بنی اسرائیل عنایت فرموده بود. در برنامه گذشته به همراه شما سواران تا آیه 50 از سوره مبارکه بقره رو پیش رفتیم و در این برنامه هم بیاری الله متعال آیات دیگر رو از این سوره به تلاوت خواهیم گرفت و با شما گرامیان در مفاهیم آیات آن تأمل و تدبری خواهیم داشت. بعد از آن که الله متعال به صورت مختصر و گذرا به نعمت نجات بنی اسرائیل از فرعون و فرعونیان آل فرعون اشاره فرمود، الله متعال در آیه 50 اون لحظه غرق شدن و هلاکت فرعون رو با اون قید آخر و انتم تنظرون بسیار زیبا بیان نمود که چگونه قومی که عمری در ظلم و ستم و شکنجه فرعون و فرعونیان زندگی کرده بودند و شاهد ظلم ها و شکنجه های فراوانی بودند. بسیار سخت است برای مادری که پیش چشم او طفلی را که 9 ماه با امید و آرزو در شکم خود حمل کرده است، در لحظه ولادت سربازان بدنام فرعون صفتان بیایند و ببینند که اگر دختر است او را نگه دارند به قصد شومی که در آینده میخواهند با این دختر انجام دهند و اگر پسر است همانجا به مانند گوسفندی او را پیش چشمان پدر و مادرش ذبح کنند. بسیار تلخ است. الله متعال آن صحنه زیبای نگاه مظلومانی را به تصویر کشید که در آن واحد یک لحظه چند دقیقه قبل، شما بگویید چند ساعت قبل، حتی اگر رد شدن از اون قسمت دریا رو، فاصله بین مصر و بین منطقه‌ای که به نام سینا معروف است، مثلث شکلی که در آخر دریای سرخ، در شمال دریای سرخ واقع هست، در سمت چپ یک خلیجی است بین مصر و بین سینا، از اون قسمت گذر کردن چند ساعت قبل همین مظلومان، همین درد کشیده هایی که هر کدام از آنها هزاران درد نگفته دارد و هزاران زخم باز، منتظر آن بودند که کی فرعون آنها را میکشد. از یک طرف دریا بود، از یک طرف فرعون و لشکریانش. 1,000,000 نفر این ظالم با خود لشکر آورده بود. 1,000,000 نفر برای چند 10,000 نفری که از بنی اسرائیل به همراه موسی علیه السلام بودند. کی فکر میکرد که در عرض چند ساعت الله متعال نسل فرعون و فرعونیانی که همراه او بودند رو در دریا پیش چشمان اینها غرق کند تا یقین پیدا بکنند که فرعون از بین رفت. فرعون از دنیا رفت و از بین رفت. ظلم و ستم او برچیده شد و از بین رفت و الله متعال پرونده او را بست. بلکه او رو
جنازه او را از آب خارج کرد. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. الله متعال جنازه او را از آب بیرون انداخت، فرمود من امروز بدن تو را نجات میدهم از آب تا درس عبرتی برای بعد از تو گردد، تا او رو ببینند. و بازماندگانی از سرزمین مصر او رو مومیایی کردند و نگه داشتند و تا امروز هم مومیایی او در موزه های مصر رامسیس دوم موجود است. بدبختی که گمان میکرد من خدای شما هستم. تفاصیل این داستان به شرح مفصل و مبسوطش در سوره های بعدی می آید. الله متعال بعد از اینکه اون صحنه زیبای انتقام از فرعون رو برای ما به تصویر کشید، در پیش چشمان درد دیده مادران و پدرانی که عمری زخمها و دردها و شکنجه های این ظالمان رو تحمل کرده بودند، می طلبید چنین نعمتی، چنین لطفی، چنین احسانی که سپاسگزاری بکنند. طبیعتاً وقتی که الله متعال چنین لطفی می کند به انسان، زندگی او رو متحول می کنه. یعنی واقعاً زندگی در زیر ظلم و ستم حاکمان ظالم و ستمگر و زندانهای اونها و شلاقهای اونها و شکنجه های اونها و فضای خفقانی که بر مردم می آورند و بعد از او احساس آزادی و امنیت و آرامش، می طلبد که انسان شکرگزار نعمت الله متعال باشد. و این هم نوعی از ابتلاست. ابتلا اشاره کردیم که الله متعال فرمود و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یکی از تفاسیر این لفظ بلا این بود که در این نجات شما از فرعون یک ابتلا و آزمایشی است برای شما از سوی الله متعال، که الله متعال ببیند خب الان که شما نجات پیدا کردید، الله متعال در یک معجزه‌ای که هیچ عقلی آن را تصور نمی‌کند، نمی‌تواند بپذیرد به راحتی مگر اینکه به ایمان و الله متعال مرتبط باشد، که چگونه دریا شکافته بشه با یک عصای خشکی. این عصا حکایت‌ها داره. این عصایی که یک جایی ماری شد، عصایی که یک جایی به زمین زد و دریا شکافته شد و سبب نجات شد و نجات داد الله متعال بنی اسرائیل را. این نعمت عظیم می طلبد الان که شکر آن برآورده شود و امتحان و ابتلای با شکر با نعمت سخت‌تر از ابتلای با مصیبت است، چون مصیبت انسان رو به الله نزدیکتر میکنه و نعمت رفته رفته انسان رو دور میکنه از الله متعال اگر انسان قدرشناس نباشه. مرحله دوم زندگی بنی اسرائیل و موسی علیه السلام رو که جزئی از بنی اسرائیل است، در آیه 51 به بعد در متعال برای ما اشاره می‌فرماید به نکاتی از این مراحل. تفاصیل اینها همه بعداً میآید. الله متعال در آیه 51 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. و بیاد آورید ای بنی اسرائیل آن زمانی که من الله با عظمت وعده گذاشتم به موسی، وعده گذاشتم با موسی. اینجا موسی اولین باری است که نام مبارکش، نام زیبایش در قرآن کریم ذکر می شود. پیامبر نازنینی که بیشترین تعداد ذکر نام را در قرآن کریم دارد. بیشتر از همه پیامبران نام موسی علیه السلام در قرآن کریم ذکر شده است و به خاطر ارتباط او با بنی اسرائیل و حکایت عجیبی که در زندگی این بزرگمرگ تاریخ توحید و دعوت وجود دارد. اون پیامبر نازنینی که الله متعال وقتی از او توصیف میکنه واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم آفریدم. و در سوره طه میفرماید اون کسی که الله متعال با او مستقیم با اون کلامی که شایسته ذات اوست هم کلام شده و کلم الله موسی تکلیما، بدون واسطه الله متعال مستقیم با این انسان نازنین سخن گفته است. بسیار مشتاقیم به الله که جمال نازنینش را از نزدیک مشاهده کنیم، بوسه‌ای بر آن پیشانی نازنین و دستهای مبارکش بزنیم و در کنار او بنشینیم و از این خاطراتی که الله متعال برای ما در قرآن گفته است از زبان مبارکش بشنویم. و همچنین مشتاقیم به دیدار دیگر انبیا و در رأس آنها محمد مصطفی علیه السلام. و چه روزی خواهد بود، آن روزی که چشمان گنهکار من و شما
مزین شود، مفتخر و مشرف شود به تماشای جمال نازنین محمد مصطفی علیه السلام در آن سو و ابراهیم خلیل الله در این طرف و موسی کلیم الله و عیسی روح الله و دیگر انبیای الهی و اولیایی که در قرآن ذکر نام آنها رفته است. الله متعال نصیب من و شما بگرداند. موسی از لحاظ کلمه و لغت و لفظ، کلمه موسی، برخی از مفسرین درباره ریشه این کلمه گفتن این کلمه در زبان عبری مو به معنای آب است و سا به معنای درخت و از آنجایی که مادر موسی علیه السلام در هنگام تولد این نازنین، این طفل نازنین رو در گهواره گذاشت و از ترس اینکه ذبح نشود، برخی از مفسرین این رو اضافه بکنم که گفتن فرزند اول عمران پدر موسی و مادرش که نام او را یوکابد ذکر کردند، برخی از مفسرین فرزند اولش ذبح شد و کشته شد و او را ذبح کردند و سر بریدن و اینجا فرزند دوم رو به آب انداختند تا دیگر به دست آنها نرسد. و موسی علیه السلام وقتی که به آب انداخته شد و تفصیلش در سوره قصص می آید، وقتی که مادر با الهام الهی او رو در گهواره گذاشت و به آب انداخت و رود نیل او رو برد و به قصر رسید، در منطقه از قصر که درخت‌های بود و آب هم بود، نام آن منطقه را گرفتن و روی موسی گذاشتن. قولی است از مفسرین برای بیان ریشه این کلمه موسی. اینجا اولین باری است که نام این پیامبر نازنین در قرآن کریم ذکر می شود و اذ وعدنا موسی و ذکر نامش همزمان است با بزرگترین اتفاقی که برای ایشان می افتد و آن نزول تورات، آن کتاب عظیم آسمانی بر موسی علیه السلام است. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة. الله متعال میفهمد من الله و عظمت قرار گذاشتم، وعده گذاشتم با موسی علیه السلام پیامبر نازنینی که تفصیل بیشتر با او آشنا میشویم، 40 لیلة 40 شبانه روز. تفصیل این حکایت در سوره اعراف و در سوره طه می آید که الله متعال فرمود که 30 شب، ابتدا 30 شب شد و 10 شب اضافه فرمود به او که شد 40 شب. موسی علیه السلام برود و روزه باشد و به عبادت بپردازد و آمادگی داشته باشد برای نزول تورات. یعنی این 40 شبانه روز همان 40 شبانه روزی است که موسی علیه السلام بعد از اینکه از سرزمین مصر خارج شدند، الان دوران پس از فرعون است، وارد منطقه سینا شدند. سینا، سرزمین سینا بین مصر و بین فلسطین است و در اون منطقه بنی اسرائیل رو موسی علیه السلام فرمود که شما 40 شبانه روز منتظر باشید، من میروم و کتابی بر من نازل می شود و می آیم. و قرآن کریم میفرماید در سوره اعراف قال لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. به برادرش هارون، برادر موسی علیه السلام، فرمود که هارون تو جانشین من در قوم باش. و این رو هم در قرآن کریم باز در سوره طه اشاره می‌فرماید که همان لحظه‌ای که موسی علیه السلام به پیامبری رسید، از آنجایی که لکنت زبان داشت موسی علیه السلام، و این هم باز خودش ریشه‌ای دارد، در وقت خودش خواهیم گفت چرا این لکنت زبان ایجاد شده بود. در سوره طه فرمود که دعا فرمود رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری، تا ادامه آیات که از الله متعال موسی علیه السلام خواست که کار من را آسان بکن، زبان من رو گویا بکن، کلام من رو بهتر بفهمن و هارون رو برای من به عنوان وزیر و یاور و همراه من قرار بده. و در آیه دیگری فرمود که او از من خوشگفتارتر است، یعنی فصیح‌تر سخن میگوید، راحت‌تر صحبت میکنه. و اینجا بود که الله متعال به لطف و به برکت موسی علیه السلام و دعای او هارون رو هم پیامبر کرد. و موسی و هارون با هم هر دو پیامبر بودند در یک زمان. و موسی علیه السلام وقتی که برای دریافت کتاب تورات رفت، در این مدت هارون رو جانشین خود در قوم قرار داد و قوم در سرزمین سینا هستند فعلا. موسی علیه السلام رفت به کوه طور، آنجا منتظر شد تا تورات نازل شود. در همین فاصله قوم آمدن و گفتن موسی فرار کرده است، ما رو تنها گذاشته است و رفته است
و این رو هم در نظر داشته باشیم که بسیاری از کسانی که با موسی علیه السلام از مصر خارج شدند مؤمن و مسلمان نبودند، اکثریتشون کافر بودند، هنوز هم کافرند. فما آمن لموسی علیه السلام میفهمد الا ذریة من قومه، بسیار تعداد اندکی از قوم او بنی اسرائیل به او ایمان آورده بودند. و اینکه بنی اسرائیل با او همراه شدند، از مصر خارج شدند، نه به خاطر این بود که آنها به موسی ایمان آورده بودند، نه، به خاطر این بود که آنها از ظلم و ستمی که در طول عمر از طرف فرعون و فرعونیان و قبطی ها به صورت خصوص بر آنها میرفت خسته شده بودند. و این خودش یک ریشه ای دارد که در ابتدا اصلا چرا رابطه فرعون و بنی اسرائیل خراب شد، که خلاصه بحثش این می شود که یوسف علیه السلام وقتی که وارد سرزمین مصر شد و سپس یعقوب علیه السلام و کل خانواده آمدن، بنی اسرائیل از اون لحظه وارد مصر شدن. یوسف علیه السلام در زمانی که در مصر آمد، در سرزمین مصر پادشاهانی حکومت می‌کردند در منطقه‌ای که یوسف علیه السلام بود، در مصر سفلا، به نام هکسوسیان. یک طایفه به نام هکسوس بودند که اونها غلبه پیدا کرده بودند بر قبطی‌ها و اونها حکومت می‌کردند. به همین خاطر دستور مبارک یوسف هم الله متعال تعبیری که برای پادشاه زمان یوسف علیه السلام استفاده می‌کند تعبیر ملک هست، تعبیر فرعون نیست، در حالی که فرعون لقبی بود که برای پادشاهان مصر از قبطی‌ها استفاده می‌شد. و در آن زمان قبطی‌ها تحت ستم هکسوسی‌ها بودند، یعنی اونها رو رانده بودند از دربار و حکم و به اونها ظلم می‌شد. یوسف علیه السلام و بنی اسرائیل در آن زمان، یعقوب علیه السلام و کسانی که با ایمان آورده بودند، قبطی‌ها رو محبت می‌کردند، با خود نگه می‌داشتند و علاقه و رابطه خوبی بین بنی اسرائیل و قبطی‌ها بود. یوسف علیه السلام در هنگام وفات وصیت کرد به بنی اسرائیل که مواظب قبطی‌ها باشید، با آنها خوب رفتار کنید، و وصیت‌ها و سفارش‌هایی در حق آنها داشت. اما متاسفانه بنی اسرائیل در نسل‌های بعدی چون با خاندان حاکم هکسوسی‌ها ثروت پیدا کرده بودند، مشارکت داشتند، قدرت پیدا کرده بودند، اونها هم کم کم به مانند هکسوسی‌ها ظلم بر قبطی‌ها رو شروع کردند و این ظلم سبب شد تا قبطی‌ها کینه بنی اسرائیل رو به دل بگیرن. و این سبب شد که بعد از مدتی که حدوداً بعد از 200 سالی که 200 سالی که هکسوسی‌ها حکومت کرده بودند، قبطی‌ها که در بخش دیگری از مصر حکومت داشتن قیام بکنن و کل مصر رو به دست بگیرن. و این بود که فرعونی‌ها دوباره به قدرت رسیدن. فرعون پدر، یعنی پدر فرعون موسی علیه السلام، انقلاب کرد و قدرت رو دوباره به دست گرفت. و بنی اسرائیل الان که چون با هکسوسی‌ها رفیق بودن و دوست بودن و بر علیه قبطی‌ها ظلم و ستم می‌کردند، اینجا قبطی‌هایی که به قدرت رسیده بودند، رابطه اونها با بنی اسرائیل خراب شد. و این رابطه بدتر شد وقتی که بنی اسرائیل برای بازپس گرفتن حکم از فرعون و از قبطی‌ها، فرعون پدر، فرعونی که بعداً فرزند او در زمان موسی علیه السلام آمد، اینا همدست شدن با دشمنان خارجی و این توطئه برملا شد و شکست خوردن. و از اینجا بود که فرعون پدر فرعون موسی دستور داد که بنی اسرائیل در اردوگاه‌های کار اجباری به ذلت و خواری گرفته بشن و به اسارت گرفته بشن و تا حدودی اشتباهاتی رو خود بنی اسرائیل مرتکب شدن. اما خب این اشتباه به حدی نبود که این همه ظلم و ستم با آنها بشود. و از اینجا بود که از زمان فرعون پدر یعنی پدر رامسیس دوم، فرعون موسی علیه السلام، بنی اسرائیل تحت شکنجه و ظلم و ستم قرار گرفتن و در اردوگاه‌های کار اجباری بودن تا اینکه فرعون پسر، یعنی رامسیس دوم، فرعونی که قرآن از اون صحبت می‌کند، آمد. اون داستانی که در جلسه گذشته صحبت کردیم، خوابی که دید و خواب تعبیر کردن که از بنی اسرائیل کسی بلند می‌شود، فرزندی به دنیا می‌آید و حکم تو را برباد می‌دهد، و اون دستور داد به قتل و جنایاتی که در درس گذشته به تفصیل درباره‌اش صحبت کرد. برگردیم به اصل موضوع. وقتی که موسی علیه السلام به وادی طور، کوه طور رفت، الان بنی اسرائیل، کسانی که خیلی به او ایمان نیاورده بودند، گفتم چرا ایمان نیاورده بودند؟ چون اونها از ظلم فرعونیان خسته شده بودند، فقط می‌خواستن یک کسی اونها را نجات بده از این شرایط، فقط همین. بسیاری از کسانی که با موسی علیه السلام آمدن و خارج شدن، با وجود مشاهده چنین معجزه عظیمی پیش چشمشان، غرق فرعون، شکافته شدن دریا
و معجزاتی که قبلا دیده بودند. عصای موسی علیه السلام و الله متعال در سوره اعراف به تفصیل می‌فرماید فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. و معجزاتی که در مبارزه موسی با فرعون اتفاق افتاد که خون و شپش ها و قورباغه ها و ملخ ها و همه اینها رو دیده بودند، بازم ایمان نیاورده بودند. فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. این کفاری که الان با موسی علیه السلام هستند از بنی اسرائیل، قوم او هستند. وظیفه موسی علیه السلام، یکی از وظایفی که به او سپرده شده بود، نجات بنی اسرائیل بود، سوای این که مسلمان هستند یا کافر هستند، از ظلم فرعون. اینها رو که نجات داده است، الان رفت برای دریافت کتاب تورات و مقدار اینها تأخیر کرد. در همین مسیر هم که اینها میرفتن، الله متعال فرمود و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه. سوره اعراف میفرماید همین که از دریا اینها نجات پیدا کردن، رفتن قومی را دیدن که اینها با بت‌های خود مشغولن و عبادت میکنن، بت میپرستن. گفتن که ای موسی برای ما هم بتی بتراش، خدایی درست بکن، خدای اجعل لنا الها كما لهم آلهه. یا ای موسی برای ما هم خدایی بتراش، خدایی درست بکن مثل این خدایی که اینا دارن، تو چی از خدای میگی کیش نمیبینیمش، خدایی مثل اینها درست بکن برای ما. این قوم است، این قومی که این معجزه رو دیدن، معجزات دیدن. موسی علیه السلام حالا این قوم رو، این تفسیر رو به خاطر این گفتم که متوجه بشیم چطور اینها یک دفعه به گوساله پرستی رو آوردن. الله متعال میفرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیله، موسی رو وعده گذاشتم 40 شبانه روز بیا تا کتاب تورات نازل بشه. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما اتخذتم برگرفتید العجل گوساله را. اتخذتم از اون فعلی است که دو تا مفعول دارد. العجل مفعول اولش، مفعول دومش محذوف است، تقدیر میشه الها. اتخذتم العجل الها، شما گوساله را به خدایی گرفتید. موسی علیه السلام رفت که تورات را بیاورد. 40 شبانه روز قرار بود که برود و بیاید. بعد از 40 شبانه روز هم برگشت موسی علیه السلام. در این فاصله شما بنی اسرائیل با مشاهده وجود این همه معجزاتی که در طول زندگی شما اتفاق افتاده بود و بزرگترینش هم غرق فرعون پیش چشمتان، به جای شکر نعمت گوساله پرست شدید. حکایت گوساله پرستی از کجا آمد؟ گوساله چیست اصلا؟ در همین دورانی که موسی علیه السلام الان رفته برای نزول تورات و منتظر است تا تورات نازل شود، در بین قوم موسی هارون جانشین انتخاب شد. فردی وجود دارد به نام سامری، السامری، ذکرش در سوره طه می آید. این سامری از قوم موسی علیه السلام است، از همین بنی اسرائیل است. چه کار کرد؟ آمد گفت که ای مردم، طلاهایی که شما، زیورالاتی که شما در هنگام خارج شدن از مصر دزدیده بودید، طلاها و زیورات بسیاری رو وقتی بنی اسرائیل می‌خواستن خارج بشن از سرزمین مصر، بسیاری از اونها مسلمان نبودن. رفتن گفتن خب می‌دانستن که ما خارج میشیم. خانه‌هایی که خدمت می‌کردن، کارگر بودن، مستخدم بودن، اونجا بالاخره به عنوان خادم بودن، طلا و جواهرات صاحبان آن خانه‌ها رو با خود دزدیدن، با خود آوردن. کاری که کردن. برخی از مفسرین گفتن که در هنگام غرق شدن لشکر فرعون، بالاخره بسیاری از اونها طلا و جواهراتی به سر و کله خود بسته بودن که اینها وقتی غرق شدن، آب اینها رو به ساحل انداخت و اینها رو جمع کردند. آمد و گفت که اینها گناهی است که شما انجام داده اید. این گناهانتون رو بیارید به من بدهید تا من برای شما همون خدایی که هی میگفتید به موسی درست کن، درست نکرد و نتوانست، برای شما درست کنم. همه این طلا و جواهرات رو آوردن، جمع کرد، ذوب کرد، گوساله‌ای درست کرد. الله متعال در سوره اعراف میفرماید و اتخذ قوم موسی من بعده، بعد از اینکه موسی علیه السلام رفت، قوم موسی چه کردن؟ و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، از این طلا و جواهرات که وصفش گذشت، عجلا جسدا له خوار، یک گوساله‌ای درست کردن. سامری یک گوساله‌ای درست کرد. تفاصیلش در سوره طه میاد چگونه درست کرد. این گوساله رو درست کرد، یک گوساله طلایی بزرگ، پشتش سوراخی گذاشته بود و حفره‌ای که از دهانش از باد از عقب می آمد و از دهانش خارج می شد. له خوار، صدای گاو می داد، یعنی این صدایی از او خارج می شد، صدای مثل یک گاوی. و وقتی که این گوساله رو درست کرد گفت هذا الهکم و اله موسی فنسی، اون خدایی که موسی دنبالش میگرده این همین خداست، خدا همین است، این خداست
موسی دنبال چی رفته؟ خدا میگرده برای شما خدای پیدا بکنه. رفت کوه طور دنبال خدا میگرده. این خدا، اینم خدا، عبادت کنید. یالا خدایی که شما دوست داشتید اینم خدا. برای شما خدای درست کردم. ببینید صدا هم داره. خدای شما با شما حرف هم میزند و صدا می آمد و این صدای گاو در کمال بهت و ناباوری، یعنی یک حکایتی که اصلا نمیشه این رو پذیرفت. چطور شما انسان‌هایی که این همه معجزات الهی رو مشاهده کردید، چگونه یک دفعه رو به گوساله پرستی می آورید در وجود پیامبر نازنینی به مانند موسی علیه السلام؟ و این نشان از اوج جهل و حماقت و نادانی این قوم دارد که اینها واقعا انسان‌های نادانی بودند. اینها واقعا انسان‌های نادانی بودند که این کار رو کردند. الله متعال می‌فرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده. شما به گوساله پرستی مبتلا شدید بعد از رفتن موسی علیه السلام. خب این سوال پیش میاد که هارون این وسط چیکار کرد؟ هارون علیه السلام آمد گفت نکنید این کار رو نکنید و شروع کرد مبارزه و گفتن لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. ای هارون ما رو بگذار، ما تا وقتی که خود موسی نیاید و تکلیف ما رو مشخص نکنه ما عبادت این رو انجام میده. و تا جایی پیش رفت که سامری اونها رو بر علیه هارون شوراند و نزدیک بود که را بکشند، چون تعداد مسلمانان کم بودند، اندک بودند. اینجا نشان از این دارد که کسانی که گوساله پرستی نکردند بسیار اندک بودند. اکثر قوم موسی علیه السلام مبتلا به گوساله پرستی شدند. الله متعال میفرماید اتخذتم العجل من بعدی و انتم ظالمون. شما ظالم بودید، ظلم کردید. بزرگترین ظلم شرک است. این الشرک لظلم عظیم. در سوره لقمان الله متعال میفرماید این الشرک لظلم عظیم. شرک بزرگترین ظلم است. اینها مبتلا شدن به گوساله پرستی و شروع کردن به گوساله پرستی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. من در بعضمت با وجود اینکه این کار شما انجام دادید، موسی علیه السلام آمد بسیار پریشان ناراحت شد، حتی با هارون علیه السلام گلاویز شد، ریش او رو گرفت و یقه او رو گرفت، تکان داد، گفت مگه من تو رو اینجا جانشین قرار نداده بودم؟ چرا اینا این کار کردن؟ تو کجا بودی؟ گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادر برادر من، عزیز من، ریش منو نگیر، سر من رو نگیر. اینها میخواستن من رو بکشن. هستند دشمن رو شاد نکن. من تلاش خودم رو کردم. تفاصیلش در سوره اعراف آمده است. خلاصه بحث این است که الله متعال میفرماید که شما رو دوباره بخشیدم. موسی علیه السلام آمد و اون گوساله رو تیکه تیکه کرد و از بین برد و سامری هم به یک درد مبتلا شد، به یک بیماری و رفت و گم شد و موسی علیه السلام قوم رو توبیخ کرد و اونها استغفار کردند و دوباره توبه کردند از این کار. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. الله متعال میفرماید با وجود این کاری که کردید من از شما درگذشتم، گناه اون معصیت شما رو بخشیدم. لعلکم تشکرون، تا باشد شما شکرگزار نعمت الله متعال باشید. و اتینا موسی الکتاب، اون لحظه ای که من اون نعمت عظیم رو به شما دادم، به موسی علیه السلام کتاب دادم، تورات. والفرقان لعلکم تهتدون، به موسی کتاب دادم و فرقان، تا باشد که شما هدایت گردید. کتاب تورات است، هیچ شکی در این نیست که کتاب اینجا مراد تورات است. تورات یکی از کتاب‌های آسمانی است که بسیار کتاب عظیمی است. متاسفانه آنچه که امروزه به نام تورات در اختیار ماست، خب طبیعتا قرآن کریم اشاره دارد در آیات مختلف که تحریف شده است و تحریف شده است. نه به این معنا که 100% آن، نه. و هنوز هم در توراتی که فعلا در اختیار ماست هست آن چیزی که کلام الله متعال است. و عندهم التورات و فیها حکم الله. ولی خب آنچه که مخالف با آیات قرآن است یقینا تحریف شده است، زیرا امکان ندارد در دو کتاب آسمانی که مصدر آن یکی است و آن الله واحد احد علیم حکیم تناقض وجود داشته باشد. و نشان از تحریف در آن چیزی است که در تورات امروزی متاسفانه مشاهده میکنیم. اما تورات بر موسی علیه السلام نازل شد و ادامه آیه میفرماید والفرقان. برخی از مفسرین گفتن فرقان خودش در لغت، خود کلمه فرقان به معنای فاصله انداختن بین حق و باطل است و این رو وصف تورات نامیدن و گفتن که عطف موصوف به صفت است، عطف صفت به موصوف است و یعنی اینکه کتاب موصوف است و فرقان صفت این کتاب است که عطف شده به این کتابی که بین حق و باطل فاصله می انداخت. برخی دیگر از مفسرین گفتن که و اتینا موسی الکتاب و الفرقان، اون لحظه‌ای که من به معظمت به موسی کتاب دادم و فرقان معجزات
معجزاتی که هم در قبل از این حکایت بوده است، هم بعد از این باز ادامه دارد. ما معجزاتی داریم که در زمان مبارزه موسی علیه السلام با فرعون انجام شده است و معجزاتی داریم که بعد از هلاکت فرعون انجام شده. و این نکته جالبی که قابل ذکر است، تورات بعد از هلاکت فرعون نازل شده. تورات بعد از هلاکت فرعون است. در سیاق آیات هم مشخصه و در هنگام مبارزه موسی علیه السلام با فرعون تورات نازل نشده بود هنوز. همون معجزاتی رو که الله متعال نشان میداد همون معجزات بود و همون دعوتی که خود موسی علیه السلام داشت، زیرا کسانی که به موسی علیه السلام ایمان آورده بودند بسیار اندک و کم بودند. بعداً تورات نازل می شود تا دستورالعمل زندگی است، برنامه زندگی است برای کسانی که به ایمان بیاورند. و اذ اتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، تا باشد که شما هدایت شوید. این نعمت دیگری است. الله متعال می‌فرماید کتاب تورات بر شما نازل شد. کتاب تورات، اون کتاب عظیم بر شما نازل شد و این نعمت دیگری بود. اینا همه اون نعمت‌هایی است که در آیه 37 الله متعال فرمود که در آیه 47 الله متعال فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اون نعمت‌هایی رو یاد کنید که من بر شما ارزانی داشتم، که اینها به صورت فهرستوار این نعمت‌ها اینجا ذکر می‌شود و تفاصیلش باز در سوره‌های مختلف می‌آید. و باز الله متعال می‌فرماید در آیه 54 و اذ قال، و یکی از نعمت‌های دیگر این بود که و اذ قال موسی، برای دومین بار نام زیبایش ذکر می‌شود. و اذ قال موسی لقومه، هنگامی که موسی علیه السلام به قوم خود گفت یا قوم، ای قوم من، انکم ظلمتم، همان شما به خود ظلم کردید، شرک کردید، عبادت گوساله رو شروع کردید. ظلمتم انفسکم، به نفسهای خود ظلم کردید، باتخاذکم العجله، وقتی که گوساله پرستی رو انتخاب کردید، وقتی شما گوساله پرستی رو، گوساله رو به عنوان خدای خود انتخاب کردید و گوساله پرست شدید، به خودتان ظلم و ستم کردید. شما با گوساله پرستی به خود یک ظلم بسیار بزرگی کردید، یک کفری انجام دادید، مرتکب شرک شدید، مرتکب کفری شدید که واقعا توجیه پذیر نیست. فتوبوا الی باریئکم، توبه کنید. این آیه تفصیل آیه 52 است. این آیه 54 همون تفصیل آیه 52 است. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، این همون داستان است. داستان از آیه 51 که شروع شد که الله متعال فرمود که من وعده دادم به موسی 40 شبانه روز را تا تورات رو بو بدم و شما گوساله پرست شدید، بعد شما رو بخشیدم. بعد اشاره به تورات شد، چون همون لحظه‌ای که موسی علیه السلام برگشت و تورات رو با خود آورده بود، این صحنه رو گوساله پرستی رو مشاهده کرد. اول پرونده این گوساله پرستی رو بست، بعد دوباره تورات رو به اونها معرفی کرد. هنوز اون موضوع تمام نشده است. موضوع گوساله پرستی هنوز پرونده او بسته نشده. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تفصیل اون عفو اینجا می آید. یعنی اون توبه، چطور توبه اونها از این گوساله پرستی پذیرفته شد، اینجا می آید که و اذ قال موسی لقومه، و هنگامی که موسی به قوم خود گفت یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریئکم، پس شما توبه کنید الی باریئکم، به سوی بارئکم. کلمه الباری یکی از اسماء الله متعال است. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، که در پایان سوره مبارکه 8 ذکر می شود. الباری، کلمه بارئکم، موسی علیه السلام فرمود بارئکم، نه فرمود خالقکم. چرا فرمود بارئکم؟ چه حکمتی بود؟ کلمه بارئ دو معنی دارد. یکی به معنای پاک، مقدس، کلمه بارئ، مثلا برئ، تبرئه، ما در فارسی استفاده میکنیم، فلانی تبرئه شد. تبرئه شد یعنی پاک شد از این متهم، مثلا از این جرم تبرئه شد، از این اتهام تبرئه شد، یعنی از این اتهام پاک شد. برئ در عربی هم استفاده میشه. برئ یعنی پاک شد، تطهیر شد، پاک شد، پاک. البارئ یکی از معنیش این است که پاک است از هر گونه عیب، از هر گونه نقص، از هر گونه ضعف، از هر گونه شریک. و البارئ پاک و منزه است از هر گونه عیبی، نقصی، شریکی، هر چیزی که شایسته ذات الله متعال نباشد. معنی دوم بارئ این هست که اون ذاتی که خلق می کند چنان خلقی
هر شیئی را که خلق می کند چنان با ظرافت و با دقت خلق می کند، خلقی مطابق آن حکمتی که آن شی برای او ساخته شده است. خلقتی که تطابق داشته باشه با آن هدفی که آن شی برای آن هدف ساخته شد. مثلا این بینی برای یک هدفی ساخته شد. هدف تنفس است. چنان زیبا، با دقت، با ظرافت، با تفاصیل خلق شده است که آن وظیفه‌ای رو که باید انجام بده به بهترین وجه ممکن انجام میده. لبها برای سخن گفتن، گوش برای شنیدن، از این زیباتر امکان نداشت که خلق شود. چشم برای دیدن، از این زیباتر امکان نداشت که خلق شود. وگرنه الله متعال می خلق میکرد. خود ساختار چشم و کل وجود و هر آن چیزی رو که الله متعال، الله باره خلق کرده است، با چنان ظرافت و زیبایی و دقت خلق کرده مطابق آن هدفی که آن شی برای او خلق شده است. باره این معنی دوم باره است. خلق به شکلی زیبا، با ظرافت، با دقت، با تفاصیل که مطابق آن هدفی باشد که یک شیئی برای آن خلق شده، مطابق آن نیاز باشد، مطابق آن هدف باشد. این دو معنی موسی علیه السلام این دو معنی رو انتخاب کرده. به جای اینکه بگوید خالقکم فرمود بارئکم، اون ذاتی که شما را، اون ذاتی که بدون هیچ گونه عیب و نقصی است، به جای اینکه او را عبادت بکنید گوساله را عبادت میکنید. اون ذاتی که شما را با این زیبایی و ظرافت و تفاصیل خلق کرده است، شما رفتید یک گوساله خلق کردید، گوساله درست کردید و به عبادت یک گوساله پرستش اون رو شروع کردید. اون ذاتی که شما رو با این همه تفاصیل و زیبایی و ظرافت خلق کرده فراموش کردید، رفتید خودتون گوساله روبروی خود گذاشتید. آیا این گوساله خدای شماست؟ آیا شما انقدر درک و شعور شما نمی رسید خود وجود شما چقدر ظرافت دارد، چقدر دقت در او به خرج داده شده، خالق شما چقدر ظرافت و دقت در این زیبایی به کار برده است در وجود شما. شما خودتان با دست خودتان یک گوساله را از طلاهای دزدی شده خود ساختید و به عبادت او مشغول شدید و خالقی که خود شما را ساخت او را فراموش کردید. آیا این گوساله‌ای که ساخت دست شماست این خدای شماست؟ این کو و آن خالق، اون البارئ المصور، اون کجا؟ چرا او رو نپرستیدید؟ فتوبوا الی بارئکم، برید پیش اون ذاتی که به بهترین وجه ممکن شما را آفریده توبه کنید. و ادامه می‌فرماید که خب این توبه چگونه توبه است؟ فاقتلوا انفسکم. اینجا سوال پیش می آید. یکدیگر را بکشید. یکی دیگر را بکشد. چه توبه سنگینه، چه توبه سنگینه. فاقتلوا انفسکم. توبه شما در یک حالت قبول می شود که شما الان بله در ظاهر استغفار کردید، برگشتید، اما هنوز کار تمام نشده است. توبه شما وقتی تمام می شود که نفس یکدیگر را بکشید. فاقتلوا انفسکم. یکی دیگر را بکشد. یکی دیگر را بکشد. این سوال شاید پیش آید، خب این کشتن در سیاق ذکر نعمت‌هایی که الله متعال فرمود نعمت‌هایی رو که به شما دادم یاد بکنید، کشتن کجایش نعمت است؟ یکدیگر را بکشید. یکدیگر را بکشید کجای اون نعمت است؟ این سوال مطرح می شود. حکایت این هست وقتی که ما مراحل عمر زندگی انسان رو بد نظر قرار بگیریم که این دنیا مردن پایان زندگی نیست، بلکه انتقال از یک مرحله به مرحله دیگری است و طول عمر ما در دنیا به اندازه طول عمر ما در آخرت اصلا قابل مقایسه نیست. ما در آخرت میلیاردها میلیارد سال زنده هستیم و اینکه اگر انسان با معصیت و خشم و غضب الهی زندگی خود رو ادامه بده، از این زندگی کشته شدن با رضایت الهی خیلی بهتر است. این نعمت یک نعمت اخروی است، یک نعمتی است که در آخرت فردی گناه کرده، الان این گناه رو یا با این گناه خارج میشه از دنیا، یا اینکه این گناه بخشیده میشه و پاک میشه و میره از دنیا. کدامش بهتره؟ ما در برخی گناهان در شریعت مقدس اسلام هم داریم که قتل نفس، مثلا کسی انسانی را کشته است قصاص میشه. چرا قصاص میشه؟
خود همین قصاص شدن، قصاص بخشش آن خونی است که به گردن این است. این یک گناه بزرگی انجام داده، یک قتلی رو انجام داده، قتل عمدی انجام داده، الان پشیمان است. تنها پشیمانی کافی نیست. برخی گناهان تنها پشیمانی کافی نیست، باید قصاص شود و قصاص می شود. این حکایت در امتهای گذشته، در بنی اسرائیل، توبه اونها قتل بوده است. این توبه بسیار سنگینی بوده است. موسی علیه السلام فرمود که فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم، این برای شما بهتر است عند بارئکم، نزد آن ذاتی که شما را به این زیبایی خلق کرده. او این بدن و جسم زیبا را به شما داده است، این جسم زیبا را از شما میگیرد و توبه شما را قبول میکند. ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، و توبه شما را میپذیرد. انه هو التواب الرحیم، زیرا او ذاتی است که بسیار توبه میپذیرد، توبه بسیار میپذیرد. تواب بسیار توبه پذیر است. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار، 1000 بار، هر چقدر که طرف توبه خود را بشکند، الله متعال او را میپذیرد، توبه او را. فاقتلوا انفسکم. خب این رو موسی علیه السلام فرمود که انجام بدید. در تفاسیر این مفسرین گفتند که بعد از این که این دستور داده شد، اون کسانی، یکی از اقوالی که ذکر کردن، گفتن کسانی که گوساله پرستی نکردن، اون کسانی رو که گوساله پرستی کردن کشتن. برخی دیگر از مفسرین گفتن که راجح تر این است که همه کسانی که گوساله پرست بودند، که اکثریت اون کسان، اکثریت قوم موسی گوساله پرستی کردند، روی هم قرار گرفتن و به نبرد با دیگر پرداختن و هر کسی رو گیرش آمد کشت. تا اینکه در میان این حکایت موسی علیه السلام دست بلند کرد. این یک امر الهی بود، یک امر الهی بود و یک مجازات الهی بود برای بخشیده شدن آنها و بخشش گناه آنها، و چون نتیجه این حکایت برای آنها خیر میشد. موسی علیه السلام دست بلند کرد برای دعا و در میان این حکایت دعای او پذیرفته شد. اون کسانی که کشته شده بودند به عنوان شهید قبول شدند، اون کسانی که ماندن توبه اونها به همون اندازه پذیرفته شد و حکایت گوساله پرستی با این تجربه تلخ به پایان رسید. الله متعال میفرماید در پایان انه هو التواب الرحیم، الله متعال بسیار توبه پذیر است و رحیم است و رحم دارد و لطف دارد و محبت دارد و مهربانی دارد. و تواب الرحیم این دومین بار است که این تکرار میشد، انه هو التواب الرحیم. یک بار هم در داستان توبه آدم علیه السلام ذکر شد که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. این دومین بار است که این تعبیر استفاده می شود اینجا، انه هو التواب الرحیم. در امت اسلامی، در امت محمد مصطفی علیه السلام، یکی از زیباترین نعمت‌هایی که الله متعال به این امت داده است این هست که مقوله بابی دری به نام توبه باز کرده است. در بنی اسرائیل برای توبه نیاز به ریختن خون بوده است. در امت محمد مصطفی علیه السلام برای توبه نیاز به ریختن اشک است. بلکه حتی اگر کسی اشک هم نریخت، فقط با قلب خود صادقانه، مخلصانه از آن اشتباهی که انجام داده توبه بکنه، الله متعال او را میپذیرد، الله متعال او را قبول میکنه. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. الله متعال میفهمد توبه برای اون کسی است وقتی گناه میکنه بیاد الله متعال میفته، برمیگرده و توبه میکنه و الله متعال توبه او را میپذیرد. والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که مرتکب فحشا میشوند. این آیه بسیار آیه عجیبی است. در سوره مبارکه آل عمران در آیه 133 به بعد الله متعال و اوصاف متقین رو برای ما ذکر میکنه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی آن جنتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. اوصاف متقین رو ذکر میکنه و من جمله این اوصاف متقین این هست که والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که وقتی مبتلای به فحشا میشوند، فحشا یعنی گناه خیلی بزرگ، متقین، بله متقین، یکی از اوصاف متقین است. متقین الذین دو عبارت میفرماد والذین اذا فعلوا فاحشة. متقین اگر گناه بزرگی انجام بدن،
اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا به خود ظلمی بکنن با انجام گناه، خود در معرض گرفت الهی قرار بدهن، ذکروا الله، بیادن به متعال میافتن، فاستغفروا لذنوبهم. ذکر یعنی ابتدا مرحله اول توبه صادقانه چند مرحله داره. یکی پشیمانی قلبی است، ذکر الله. دوم به زبان میارد، فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، و یقین دارد غیر از الله متعال کسی نیست که گناهان او را ببخشد. و مرحله سوم، ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار بر انجام آن گناهی که انجام داده است دیگه نداره. انسان گناه میکنه و کیست که گناه نمیکنه؟ کیست که گناه نمیکنه؟ همین ما گناه میکنه. وقتی انسان گناه کرد، خود گناه اونقدر خطرناک نیست، اونقدر مهم نیست که رفتار ما بعد از گناه مهم است. اگر کسی گناه کرد و اهمیت هم نداد و دوباره گناه کرد و گناه کرد و گناه کرد، مثل کسی است که لباسی پوشیده، این لباس در معرض آلودگی قرار میگیره، سیاه میشه، کثیف میشه. این لباس رو اگر رفت خانه، در آورد، شست، اتو کرد، مرتب، دوباره فردا پوشید، حل شد، مشکل از بین رفت. اما اگر این لباس رو که آلوده شده و کثیف شده رفت خانه، هیچ کاری باش نکرد، دوباره همین رو پوشید آمد بیرون، الان دیگه کسی اون رو ببینه اون رو ملامت میکنه. شما این لباس رو چرا نشستی؟ چرا تمیز نکردی؟ و لباس التقوی ذلک خیر. لباس تقوا همین است. لباس طبیعتش اینه که کثیف میشه. لباس تقوا طبیعتش اینه که در معرض وسوسه های شیطان و نفس قرار میگیره، آلوده میشه، انسان گناه میکنه. اما این لباس رو باید شست. این لباس رو با اشک چشمان باید شست. این لباس رو باید توبه کرد، باید اصلاح کرد. انسان وقتی گناه میکنه باید بره پیش الله متعال، در دل خودش بنشینه، جانماز خودش رو بیاندازه، 2 رکعت نماز بخونه، وضو بگیره، سر به سجده بگذاره، از رب خود بخواهد او رو ببخشه. و غیر از الله متعال کیست که ببخشد و چرا نبخشد؟ و در اون لحظه‌ای که طلب بخشش میکنه از الله متعال، در قلب خودش نیت بکنه که یا رب من دیگه این گناهی رو که انجام دادم انجام نمیدهم، ولو اینکه 1000 بار دیگر همین گناه رو انجام بده. ما این لباس رو میشوریم، اتو میکنیم و نهایت تلاش خودمون رو انجام میدیم که این آلوده نشه. محافظت میکنیم خودمون رو، اما میشه. وقتی آلوده شد دوباره میشورمش، دوباره میپوشم. وقتی آلوده شد دوباره میشورم، دوباره میپوشم. اگر گناه کردم دوباره توبه میکنم، دوباره تلاش میکنم گناه نکنم. اگر زمین خوردم بلند میشم، دوباره راه رو ادامه میدم. اگر باز هم زمین خوردم، لیز خوردم، لغزش زمین سبب شد بلغزم، دوباره بلند میشم. تا وقتی انسان در راه مبارزه با شیطان تسلیم نشده، هنوز امیدواری باقی است. تسلیم نشیم، نگذاریم که شیطان 2 بار ما رو ضربه بزنه، 1 بار با گناه کردن، 1 بار با ناامید کردن از رحمت الله متعال. من 1000 بار گناه بکنم، 1,000,000 بار گناه بکنم، به کوری چشم تو ای شیطان برمیگردم پیش پروردگار خودم، توبه میکنم و او مرا میبخشد. این ایمان من به اوست. انه هو التواب الرحیم. بسیار توبه پذیر است. تواب یعنی بسیار توبه پذیر است. الرحیم، بسیار رحم دارد، لطف دارد، محبت دارد. به والله هیچ کسی مهربانتر از الله متعال نیست. یک مادر اگر فرزندش 100 تا اشتباه بکنه، برگرده پیش مادرش بگه مادر جان منو ببخش، او رو نخواهد بخشید؟ آیا الله محبتش از مادر ما کمتر است؟ کلا و حاشا، که محبت الله متعال از مادر من به من کمتر باشد. او بیشتر از هر کسی مرا دوست دارد، حتی بیشتر از خود من. اجازه ندیم که شیطان ما رو ناامید بکنه. برای امتهای گذشته الله متعال توبه های سختی گذاشته بوده، توبه های سفت و سخت، ریختن خون. الله متعال اون کسانی که در این حکایت کشته شدن، در این داستانی که ذکر میکنه، الله متعال اونها رو بخشیده است. اما برای ما انقدر هم سخت نگرفت. فقط از آن چه که انجام دادی پیش پروردگارت معذرت بخواه، تلاش کن این کار رو دوباره انجام ندی. اگر انجام دادی دوباره برگرد. لباست کثیف شد، دوباره بیار بشورش، دوباره بپوش، باز کثیف شد، باز بشور. الله متعال میبخشد.
مهم این است که بعد از گناه اجازه ندیم دل ما سنگ بشه، سخت بشه. این لباس به حدی کثیف بشه که متعفن بشه و دیگه نشه تمیزش کرد. تعفن بشه جزئی از طبیعت ما، شخصیت ما. دیگه اصلا نظافت رو دوست نداشته باشیم، کثیفی رو دوست داشته باشیم، پلیدی رو دوست داشته باشیم، عادت بکنیم به بوی بد، به این لباس کثیف، به این آلودگی، به این چیز عادت ندیم خودمون رو. در ایمان ما نباید به اون مرحله برسیم که برای ما مهم نباشه نظافت، مهم نباشه پاک بودن، مهم نباشه تطهیر و پشت سر هم روز به روز قلب ما سیاه‌تر و سیاه‌تر بشه، به مرحله برسیم که دیگر راه بازگشت نیست. الله متعال به من شما توفیق بده تا بندگان خوب برای او تعالی باشیم، فهم صحیح دین، توفیق عمل خالصانه و استقامت بر مسیر توحید و حسن خاتمه نصیب فرماید. تا دیدار دیگر هم به شما عزیزان برای متعال میسپارم. الله یارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.